کردم توی جیبم 2 تا 1 تومانی نقره به انگشت‌هایم خورد. آنها را درآوردم و انداختم جلوی پایم. یکی از سکه‌ها غلتید و زیر پای مردم گم شد. مردم همدیگر را هل دادند تا وقتی پول پیدا شد. آن وقت هر کسی دست کرد توی جیبش و سکه‌ای روی پولها انداخت. پولها جرینگ جرینگ روی هم صدا می‌کرد. مرد خپله هرچه جیب‌هایش را گشت پولی پیدا نکرد. بعد آهسته اما طوری که من بشنوم گفت بختکی شانس، پول خوردم ندارم. زن چادر به سر کیسه چرک گرفته‌اش را از زیر جورابش بیرون کشید و 2 تا 10 شاهی سیاه شده از آن درآورد و انداخت روی پولها. یک دفعه صدای مرد از بالای درخت مثل صدایی که از ته چاه به گوشم برسه توی گوش مردم زنگ زد. من که پول نمیخوام، پولاتون رو ببرین سر گور پدرتون خرج کنین. صدایش زنگدار بود اما مثل اینکه میلرزید. دیگر کسی پول نینداخت. زن گدا به پولها خیره شد. بعد از میان مردم غیبش زد. مرد شیک‌پوش چیزی به پاسبان سبیلو گفت. پاسبان برگشت و رو به بالا داد زد. آهای عمو بیا پایین. جناب سرهنگ حاضرن کمکت کنن. افسر قد کوتاهی که سبیل نازکی پشت لبش ثبت شده بود از پشت به مردم فشار می آورد و آنها را پس و پیش می کرد. وقتی جلو رسید سر پاسبانها داد زد. زود باشین اینا رو متفرق کنیم. صدای مرد از بالای درخت به پایین لغزید. خاک بر سرتون بکنم. من صدقه نمیخوام. افسر تازه رسیده بالا را نگاه کرد و بعد از پاسبانها که خبردار ایستاده بودند پرسید اون بالا چه کار داره؟ یکی از آنها زیر لبی گفت میخواد خودکشی کنه. افسر گفت خب خودکشی جمع شدن نداره، یالا اینا رو متفرق کنیم. بعد رو به مردم کرد و داد زد آقایون چه خبره؟ متفرق بشین. در این وقت یک دفعه چشمش به سرهنگ افتاد. خود را جمع جور کرد و محکم خبردار ایستاد و سلام داد. پاسبان‌ها توی مردم ولو شدند. صدای سوت پاسبان‌های راهنمایی که ماشین‌ها را به زور وادار به حرکت می‌کردند توی گوش آدم صفیر می‌کشید. پول‌ها زیر دست و پای مردم می‌رفت و بعضی‌ها خم شده بودند و پول‌ها را جمع می‌کردند. زن جوان که جا برایش تنگ شده بود بچه‌اش را برداشت و از میان جمعیت بیرون رفت. پسرک جوان هم پشت سر زن غیبش زد. یکی از پشت سرش رو دماغی غرید. چطور میشه گرفتش؟ مگه توپ کاشیه؟ بعد دستمالش را جلوی بینیش گرفت و چند فین محکم توی دست